برای کوک کردن ساز همونطور که توی دفترچه گفته برای اندروید این اپ، برای iOS هم این اپ رو نصب میکنید. خب من چون گوشیم اندروید این اپ رو باید نصب کنم. خب ببینید اول باید انتخاب کنیم که میخوایم کدوم سیم کوک بشه. اون سیم رو اینجا از روی این حروف انتخاب میکنیم، بعد این قفل رو میزنیم این پایین که ثابت بمونه. هر زمان عقربک وسط قرار گرفت یعنی ساز ما اون سیمش کوک شده. خب همونطور که میبینید از G3 شروع میشه میره تا A5. پس ما اولین سیمی که باید کوک کنیم G3 هست. البته من قبلا کوک کردم. خب من قبلا کوک کردم ولی باز با هم دیگه چک میکنیم. یه کوچولو ببین توی اون بازه قرار بگیره اوکی، ولی این یه کوچولو زیادی سفت شده و زیره. هر چقدر که بره این سمت عقربک یعنی این که اون نوت زیره. البته من نباید صحبت کنم موقعی که داریم تست میکنیم. هر زمان بیاد اینجا یعنی بمه، اینجا یعنی سیم شله، اینجا یعنی سیم زیادی سفت شده. به همین منوال تا انتها میریم، یعنی تک تک این عوض میشه، شل میشه، سفت میشه تا این سیما دونه دونه دقیق کوک بشن.